به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز، به کانال ادریس تک خوش آمدید. من عیسی محمدی هستم و امروز با یک ویدیو جدید در خدمت شما. در این ویدیو قرار است رایت کلیک را که یکی از مهمترین بخش های ویندوز است یاد بگیریم. از گزینه‌های ساده مثل کاپی پیست، رینیم تا ابزارهای حرفه‌ای‌تری مثل ویندوز ترمینال و شارکت های کاربردی. اگر می‌خواهید با استفاده از رایت کلیک سرعت کار با کامپیوتر بالا ببرید، این ویدیو را از دست ندهید. بزن بریم تا همه چیز از پایه یاد بگیریم. حالا بیایید قدم به قدم تمام گزینه‌های رایت کلیک رو بررسی بگیریم و ببینیم هر کدام دقیقاً چه کاری انجام میدن و به چه مواقعی به درد ما میخورن. ما چیزی رو که امروز به بررسی میگیریم رایت کلیک یا مو کانتکست منیوز که در این قسمت برای ما نمایش داده شده است که دارای گزینه‌های زیادی است و از بخش ویو یک به یک به بررسی میگیریم. اولین گزینه رایت کلیک یا کانتکست منیو شو دسکتاپ آیکانز است. اگر تک از این گزینه را بانی، آیکانایی که در این قسمت هایدشان کرده باشی کلشان رو بر شما نمایش میدن در صفحه دسکتاپ به شرطی که باشند. اگر تک از یا را ورداری پس وار برای چی میکنه؟ هایدش میکنه. خب من تکش دوباره مجددا میمونم تک از این گزینه را و اسه بعدی دوباره راست کلیک کرده از قسمت ویو گزینه داریم به نام Align Icons to Grade. کار از این چی است؟ آیکنا را به شکل گرید منظم سازی میکنه. من تک از این را وردارم ابتدا بهتر درکش کنیم. من چند آیکنا پالو در پالی هم دیگه قرار میتونم به این شکل فور. میبینی که میتونم چندین آیکنا در این قسمت قرار بتونش. یک مشکلی که ایجاد میکنه این است که نام‌ها را نمیتونیم به شکل واضح بخوانی، تا خود از محیط درست تشخیص داده نمیتونی. بنابراین نیاز داری که یک فاصله بینشان ایجاد شود. پس قسمت ویو برو Align Icons to Grade بان که هر آیکن یک فاصله مشخصی از آیکن دیگه داشته باشه که براحتی تشخیص شود و نامش خوانده شود. مجددا راست کلیک میکنم و اسه بعدی اوتو ارنج آیکانز است. این گزینه ما آیکنای ما هر جایی که دلم بخواه میتونم در صفحه دسکتاپم قرار بدم. جای به خصوص محدودی نیست. اگر از قسمت ویو من تک گزینه اوتو ارنج آیکانز بانم، آیکنای به یک قطار منظم میشن. حالا هر آیکنی هر جایی که بخوایم نمیتونم بانمشان، محدودیت برام ایجاد میشه. درست است؟ هر جا کششان کنم پس برمیگردن به مو ارنج خودشان، با نظم خودشان. اگر تک از این گزینه رو من بردارم و از این قسمت بیایم اوتو ارنج آیکانز تکش رو بردارم، حالا آیکنا رو در هر جایی که دلم بخواد میتونم قرار بتونش. حصه بعدی آلت دیدن آیکنا، سه آیتمی که در این قسمت داریم که میتونیم به شکل کلان، متوسط و خرد ببینیم. خود شارتکتی هم داره و شارتکت عمومی هم داره که اشاره میکنمش. لارج آیکانز اگه من بزنم آیکنا رو به شکل کلان نشان میده. دوباره راست کلیک کرده و از بخش ویو اگر من میدیوم آیکانز بزنم آیکنا رو به شکل متوسط نمایش میده. دوباره راست کلیک کرده و ای بار اسمال آیکانز میزنم. شما میتونید از این شارتکت های از اینم بزنید که کنترل شیفت 2 کنترل شیفت 3 و کنترل شیفت 4 هستند که آیکنا رو به شکل خرد نمایش میده. اگر از صفحه کیبورد کنترل قایم بگیری و اسکرول به سمت بالا فشار بدی، ماوس اسکرول ماوسته، میبینی که آیکنا سایزشان کلان میشه. اگر کنترل قایم بگیری و اسکرول به سمت داون فشار بدی، میبینی که سایز آیکنا خرد میشه. خب این بود از گزینه ویو که به بررسی گرفتیمش. گزینه سورت که هست ترتیب نظمش اینجا مشخص میکنه. من مدیوم بزنمش که کلانتر شود. خب که شما راحت‌تر ببینی بازم کمی کلانترش میکنم به این شکل فور. اگر من راست کلیک کنم از این بخش و گزینه سورت باید میگویم امی آیکنا را بر اساس نامش منظم کو سکو حال به ترتیب نام آیکنای من رو صفحه دسکتاپ منظم کرده. ای با ای که ای آیکن پروگرام اکسس است و ای شارتکت خود پروگرام است. میبینی به این شکل بیایم پایین آیکنای موجود در صفحه دسکتاپ به شکل حروف الفبا منظم کرده است. اما اگر من بیایم و از قسمت سورت بای و بر اساس سایز یا حجم در نظر بگیرم، اگر من سایز کلیک کنم
حالا آیکنا رو بر اساس حجمش منظم سازی میکنه. آخرین آیکن ما حجمی نداره، خالی است و اولین آیتم ما حجمی که داره، ببینیمش حجمش چقدر از قسمت پراپرتیز رفته 318 ام بی است. درست است. آیتم بعدیش ببینیم که آیتم بعدیش چقدر حجمش هست و از بخش بعدی 174 ام بی است. به همین شکل تا آخرشه. ببینیم اینی آیتم چقدر که مانده با آخریش چقدر حجمش به این شکل این 0 است. پس از سایز کلان به سمت سایز خرد حرکت میکنه. ما دوباره راست کلیک کرد از این قسمت و از بخش سورت بای ببینیدش که بچه من اینجا یک بر اساس نوعیتشان نی، من اینجا انتخاب کنم یک کمی که این می آیکنا رو گدوت کنیم. خب من اینجا راست کلیک کرده و سورت بای آیتم تایپی بر اساس نوعیتشان. یعنی چی؟ یعنی فیلم ها پشت سر فیلم ها، عکس ها پشت سر عکس ها و فایل ها پشت سر فایل ها و پروگرام ها به همین شکل. حالا اگه من کلیک کنم ببینید که تمامی فایل ها پشت سر هم قرار گرفتن و وقتی که ویدیو میرسیم میبینید که ویدیوها در یک قطار قرار گرفتن و عکس ها در دیگه قطار و پروگرام ها در دیگه قطار قرار گرفتن. درست است؟ بر اساس از اینکه عکس هستن فیلم هستن اینجا میتونیم منظم سازیشون انجام بدی. دوباره راست کلیک کرده این بار از نیو من میم یک فولدر جور میکنم. خوب توجه کن، بذاری که فولدر فعلا جور نکنیم. فولدر دیلیت میکنم. ما در قسمت نیو رفته یک فایل میگیریم دینی قسمت، مثلا از فایل اکسس میگیرم دیگه بخش. خب اکسس برای ما باز میشه و درخواست ذخیره سازی مکان دیتابیس میگه کرییت زده بستش میکنیم. اینی جدیدترین فایلی است که ما ساختهمش به عنوان دیتابیس. من ایره بزنمش بگیمش نیو. حال اگر من راست کلیک کنم در قسمت سور دیتا مودیفاید یعنی بر اساس تاریخ تغییر آوردن یا تاریخ ساخته شدن، اگر من ایره بزنمش میبینیم فایلی که جدید ساخته بودیم در اول نمایش داد و این فایلی که قدیمی تر است در آخر. پس آیکنا را میتونه بر اساس جدید بودن یا کهنه بودنش هم بچینه. راست کلیک کرده در آیتم بعدی ما ریفرش است. ریفرش کامپیوتر تازه میکنه. زمانی که پروگرامی را اینستال میکنی یا کامپیوتر تازه چالان میشه از 1 تا 3 بار کامپیوتر ریفرش بزنی خوب است، برای کامپیوتر بهتر است، روانتر کار میکنه. و شارتکتش هم از صفحه کامپیوتر اگر ما F5 بزنیم از صفحه کامپیوتر همین کار انجام میده. آیتم بعدی ما به این منظور میریم در شمول در اینجا پیست و پیست شارتکت داریمش که فعلا نمایش داده نمیشه. اول این پروسه کاپی کردن با هم به بررسی بگیریم. با میریم سر وقت پیست و پیست شارتکت. راست کلیک کرده در این بخش یک فولدر من اینجا میسازم. اینا من این فولدر رو میسازم به نام ICDL. ICDL انتر میزنم. من این قسمت بازش کرده دابل کلیک میکنم تا باز شوه. شما میتونید کلید انتر هم از صفحه کیبورد بزنید میره اوپن میکنه. من این فولدر پس باز کردم دیگه قسمت میمانمش. اگر من بالای اینی فایل میخوایم از این فایل کاپی بگیرم بالایش راست کلیک میکنم. من میتونم همین کاپی رو از اینجا بزنم یا شارتکتش که کنترل سی سم بزنم یا بیایم در بخش مور و از این بخش گزینه کاپی رو بزنم. درست؟ ما که کاپی کنمش بعد از او باید برم موقعیتی که میخوام میره پیست کنم. من داخل از این فولدر باز کردم قبلا. اینجا یک بار یک کلیک چپ میزنم دوباره کلیک راست میکنم و از اینجا میتونم همین گزینه پیست بزنم یا بیایم در این قسمت از اینجا ما پیست اجرا کنم یا شارتکت از میره که کنترل وی است از صفحه کیبورد پرس کنمش تا عملیه انتقال انجام بده. یک تا کاپی گرفت از این و در جای دیگه منتقلش کرد. درست؟ این کاپی کردن بود. اگر ما دیلیت فایل انتخاب کرده صفحه کیبورد دیلیت میزن تا حذف شود. اگر ما اصل از این بخوایم از اینجا منتقل کنم به این فولدر فقط کافی است که بالایش راست کلیک کنم. از این قسمت میتونم کت اجرا کنمش
یا بیایم شارکتش من از اینجام بزنم، از اینجام کت داریمش، یا شارکت از زیر اجرا کنم، از صفحه کیبورد کنترل قایم بگیرم اکس بزنم، ای کت کردش. حالا در جایی که میخوایم منتقلش کنم همون کنترل وی را میزنم، اصل یک فایل از یک جا منتقل کرد به جای دیگه. خب من کنترل زید میزنم تا عملیه کنسل شوه، پس برگرده بالات اول. خب این بود از کت و کاپی. درست؟ حالا پیست و پیست شارکت چه تفاوتی با هم داره؟ من این فایل اصلش از اینجا میگیرم، میمونم در این قسمت، کنترل وی میزنم که اینجا پیست شود. اصلش از اینجا منتقل شد. سایکو ویدیو ورد دو جلسه دوم. درست؟ حال اگر من بیایم این کاپی کنم، این از این شکل کاپی میزنمش و در اینجا من پیستش کنم. درست؟ اینه. اگر من اصل یک فایل از بین ببرم، کاپیش اگر من کلیک کنم، کاپیش اجرا میشه به این شکل فرم. کاپی از این اجرا میشه. اما زمانی که من دوباره اینو کت کنم، از اینجا بیارمش دمی قسمت، زمانی که من از اینجا کاپی کنم این فایل اینا من دوباره اینجا کاپی میزنم و اینجا نه به قسم پیست شارکت اینجا را منتقلش میکنم. به قسم چی منتقلش میکنم؟ پیست شارکت. در پیست شارکت زمانی که اصل یک فایل از بین بره، خود از اون فایل دیگه کار نمیده. میبینی ارر میده که فایل اصلی دیلیت شده است. آیا فایل اصلی میخوای ریستارت کنی یا اینم دیلیت کنی یا همین پروسه را کنسل بزنیدش؟ من میگم ریستورش کن، پس فایل اصلی برگردان برای من. حالا باز میشه بعد از اینکه برش گردانیمش. این بود از پیست و پیست شارکت. خب کجا از پیست شارکت استفاده کنیم، کجا از پیست؟ زمانی که فایلی را به بیرون از کامپیوتر منتقل میکنی که دیگه اصل فایل قابل دسترس نیست، بهتر است از گزینه پیست استفاده کنی. اما اگر در یک فایل اصلش داخل کامپیوترت است اما میخوای یک کاپیش در جای دیگه هم باشه، پس توصیه خودم از این است که از پیست شارکت استفاده کن. چرا؟ چون پیست شارکت حجم نداره اما پیست حجم داره. یعنی یک سر هارد دیسکت فشار میه، یک حجم تبدیل به 2 برابر میشه. میبینی حجمی نداره. اما اگر ما بالای اصل یک سند کلیک کنمش، ببینی فایل داره حجم است. یعنی اگر من این از اینجا کاپی کنم به اینجا به شکل پیست، 2 تا 174 ام بی دارمش. درست؟ پس سر هم مکان هارد دیسکم زود پر میشه، همین کپاسیتیم زود پر میشه، چون هارد دیسک اگه 500 جی بی یا کمتر باشه زود هارد دیسک پر میشه. پس بهتر است که در درون کامپیوتر از پیست شارکت استفاده کنید که حجمی نمیگیره. و اگر به بیرون از کامپیوتر انتقال بدی یک فایل، بهتر است که از گزینه پیست استفاده کنی، چون در اون حالت اون نفر از کامپیوتر تو فایل برده است، دیگه به اصل فایل دسترسی نداره، بنابراین شارکتش کار نمیده. ویژگی آیتم ها یا فایل های شارکت این است که یک فلشک در کنار از او آیتم نمایش داده میشون توی که میبینیدش. درست است که نمایانگر از است که اگر اصل فایل همراهت نباشه این فایل کار نمیده و بهت میرسونه گپه که شارکت است. حواست بگید. خب من اینو دیلیت میکنم از صفحه کیبورد. حال که با مفهوم پیست و پیست شارکت آشنا شده، میریم سر وقت آندو کارش چی است؟ اگر یک کاری رو داخل کامپیوتر انجام بدی، مثلا من اصل از این فایل از این فولدر گرفته به این فولدر منتقل میکنم، کنترل وی زدم به اینجا منتقلش میکنم. حالا اگه بگم نه، همین کاری که انجام دادم کنسل شوه و پس فایلم در این فولدر برگرده، فقط کافی است که راست کلیک کنی در این بخش و آندو رو بزنی. آندو موو، یعنی همون مووی که انجام دادی رو کنسل کو، پس فایل برگرده سر جای اصلیش. درست؟ یا مثلا اگر یک فایلی را تغییر نام بدیدش، من اینجا میمونم 333. خب حالا من میگم نام قبلی از این برگرده، راست کلیک کرده و از این بخش حالا آندو تغییر نام داد به رینیم. هر کاری که انجام بدی داخل کامپیوتر میتونیم اون کار کنسل کنی، با اون کار میگن آندو. و اون کاری رو که انجام داده باشی بعد از آندو نامش میایه. من مثلا نامم میخوام پس نام قبلی برگرده. حال کاری رو که انجام دادم پس کنسلش کنم، دوباره میخوام کار انجام بدم، به این کار میگم ریدو داخل کامپیوتر.
چی دوباره اون کار انجام بدی و شارکت اولی که آندو بود کنترل زیده و شارکت زی که دوباره انجامش بده کنترل وای داخل کامپیوتر به این شکل فرم دوباره اون کار انجام داد. درست. در قسمت مور رفته گزینه بعدی ما بینگ والپیپر است. ما در قسمت مایکروسافت استور وارد میشم در این بخش. یک سافتیر است که برای تو عکس‌های آنلاین از طریق اینترنت برات میمونه و بسیار یک عکس‌های جذاب خوبی هم برات در والپیپرت میمونه. من اینجا تایپ میکنم بینگ والپیپر، این سرچ است، انتخابش کرده منتظر میشیم تا دیسپلی برای ما بده. اینجا برای ما آمد. فقط کافی است که بری در این بخش روش کلیک کنی و گزینه اینستال بزنی. اونطور که میبینی عکس‌های بسیار متنوع برای شما میمونه و جذاب. خب من اینجا اینستال میزنم، من قبلا اینستالش دارم پس ایره کنسل میکنم جرنه. قصه بعدی ما از این بخش که راست کلیک کنیمش گزینه است به نام ترمینال، اوپن این ترمینال. این چی کار میکنه؟ اول باید بفهمیم دوستا. من اینجا نوتپد باز کنم، نوتپد باز کنیم، نوتپد. قدم اول باید بفهمیم که منظور ما چی است از ترمینال، CMD، شات داون ویندوز. ما داخل کامپیوتر چیزی داریم به نام یوزر انترفیس. این به چه معنا مفهومی است؟ یعنی یک یوزر یا کسی که از کامپیوتر استفاده میکنه به چه شکلی میخواد دستورات خود وارد کامپیوتر کنه. درست؟ اگر از طریق زبان برنامه نویسی یا همون کدینگ انجام بشه این کار میگویند CLI که مخفف Common Line Interface است. یعنی من دستوراتم از طریق چی منتقل میکنم؟ از طریق کدینگ. و اسی بعدی ما GUI است. درست؟ که مخفف Graphical User Interface که به ای گفتیمش. یعنی زمانی است که تو میگی من دستوراتم از طریق ماوس و سایر وسیله‌ای که میشه بدون زبان کدنویسی به کامپیوتر منتقل میکنمش. اگر بخوایم نمونه از CLI ذکر کنیم مثلا میتونیم CMD که شاید خیلیتون باشه آشنا بشه ذکرش کنیمش. من کلانتر نوشتم CMD Common Prompt، مخفف Common Prompt است. یا PowerShell که جدید در ویندوز 10 آمده است، از 10 به بعد آمد. یا ترمینال که جدیدتر است، خب پس میتونم از CLI ای سیتا آپریتینگ سیستم یاد کنم که در ویندوز هم هستن اتفاقا و بخش GUI میتونم من ویندوز ذکر کنم، مک ذکر کنم، اندروید است، iOS است و غیره که به شکل گرافیکی کار میکنن. مثالی که به شما بتونم که فرق گرافیک و کدینگ بفهمی این است که ما اگر راست کلیک کنم در صفحه دسکتاپ برم در بخش نیو و اینجا بالا یک فولدر کلیک میکنم تا ساخته شود. خب ما این را از طریق چی ساختم؟ GUI Graphic User Interface. و اگر من خواسته باشم از طریق کدینگ یک چیزی را بسازم ترمینال باز کرده. خب در اینجا من میتونم نوشته کنم MD مثلا کابل سیتی یا Windows Lesson. اینا انتر از صفحه کیبورد بزنم بذاری که من میره یک نامش ویندوز مخفف بذاریمش ویندوز 3 Lesson 3. انتر از صفحه کیبورد که بزنم دینی بخش میبینی فولدر ما ساخته شد. یا مثال دیگه ایش اگر ما بخوایم از طریق کدینگ یا کامن لاین یک دستوری به کامپیوتر بتون میگیمش دیلیت کو ویندوز 3 را فولدرش دیلیت کو. حالا خوب سعی کنیم به صفحه که دوجه است میبینی حذف شد. حالا اگر ما به طریق
گرافیک دستور بتم که یک فولدر هست که فقط بالش کلیک میکنم و از این سایت دیلیت میزنم، یا میتونم شارتکتش که کنترل قایم بگیرم دیر از صفحه کامپیوتر بزنم اما رو برام حذف میکنه. تا اینجا درس متوقف میکنیم. انشالله جلسه بعد درس ما را از این سایه پی میگیریم. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک و کامنت و سابسکرایب کنید تا درس های بعدی را دست ندید. ممنون از همراهیتان. تا ویدیوی بعدی موفق باشید.